السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز هم باشد به یکی از سوالهای شما جواب میگردانیم. یکی از برادران میپرسند من یک مقدار مبلغ دارم، به نصاب نمیرسد، 20,000 سومان یک شخص از من قرضدار است. اگر قرض را حساب کنم به نصاب میرسد، لیکن آن با راه فریب از من مبلغ گرفت، یک وقت در زندان افتاد، بعد چند سال آزاد شد، در علاقه نیست، در مدت 5 سال یگان مبلغ نداده است. خب سبحان الله، چنین نفرها خیلی زیاد هستند در همین زمان ما و شما. بسیار نفرها فریب میکنند، با راه فند و فریب مال رو میگیرند، دیگر گم میشن 5 سال و چند سال. الله تعالی هدایتشان کند. سوال این برادر چنین است که من یک مقدار مبلغ دارم اما به نصاب نرسیده است، لیکن یک نفر از من قرضدار است. اگر همون قرض بالای این حساب کنم به نصاب میرسد، آیا بالای من زکات واجب می شود یا زکات فرض نمی شود؟ خب اگر جواب کوتاه دهیم، بالای شما زکات فرض نمی شود برادر عزیز. خب کی وقت بالای شما زکات فرض می شود؟ همان وقتی که شما قرض را از دست او گیرید. کی وقتی که قرضش را برگرداند، بعداً بالای شما زکات فرض می شود. اصلا وفق مذهب ابو حنیفه قرض را ابو حنیفه یک چند تقسیم کردند. قرض قوی میگویند، قرض میانه، قرض ضعیف میگویند و همچنین قرض از جهت دادن و ندادن دو خیل میشود برادر عزیز. یک تاش قرض هست که یک نفر داده ای که تو آن نفر به قول بای است، میتواند هر وقت قرض تو را چیکار کند؟ برگرداند. انسانی است که تو باور میکنی، باوری داری، قرض دادگی هستی، پیش از این و گرفتگی هستی، یعنی داد و گرفت کردگی باوریناک شخصی است که قرض را میدهد. در چنین حالت زکات فرض میشود. اما حالت دوم، یک شخصی که به مانند همین نفر به قول مشینیک است، نامید شدگی هستی یا قریب که نامید شدگی هستی، کشال میتید نمیتید یا تماما به نام و نشان گم شده رفتگی است، چنین حالت قرضی است که تو نامید شدگی هستی. این را تشبیه میکنند، مانند میکنند به چی؟ به مال الضمار، مالی که گم شده است. مثلا مال زمار چه خیلی است؟ مثال میبرند، پیشتر مثال میآوردند، میگفتند که مانند غلامی که برده که میگریزه، گریخته میرود، یعنی اصلا او صاحبش یک نفر دیگر است لیکن گریخته رفته است. یا مثلا پیشتر چیکار میکردند؟ طلاها رو در یگان جا برده گور میکردند، محکم میکردند، بعضا میشد که همون جای گور کردگیش فراموش میکرد، دیگر نمیدوند در زیر کدام درخت هم قابچه طلا رو گور کرده است، نمیدوند. چنین مال رو مال چی میگن؟ مال گم شده، مالی که نمیدوند. و همین قرض هم به مانند همین است. همون صاحبش نمیدوند که وای همون شخصی فریبگر، شخصی مشینی کی برمیگرداند، آیا برمیگرداند یا نمیگرداند، ناامید شدگی است دیگر. بنابراین موافق فتوای اهل علم، چنین انسان تا گرفتن مال تا به دستش نگیرد، بالای او زکات فرض نمی شود و این برادر مالی که در دست دارد به نصاب نمی رسد. بنابراین از آن مالی که مبلغی که گرفته رفته است چندین سالها و به نام و نشان است، یگان تین بر نمیگرداند، ناامید شدگی است. بنابراین بالای این برادر زکات فرض نمی شود. و چنانه که ما در دیگر نوارها بیان کردیم، به چنین نفرها خطاب کرده گفتیم که برادر عزیز، آن نفری که قرضدار هستی، البته نفرهایی که با راه فریب و نیرنگ میگیرند، نه آن نفرهایی که شرایطش وزنین است و ناچار است و میخواهد که برگرداند اما ناتوان است، نه، برای آنها نه. انشاءالله که آنها دعا کردن، کوشش کردن، جد و جهد کردن، الله آسان میکنه. اما نفرهای دیگر، پیامبر صلی الله علیه و سلم دانید که جنازه نخواندند بر چنین نفرها. وقتی تو میموری بالای تو جنازه خواندن هم حیف است، روز قیامت جواب میگردونه. بنابراین از الله تعالی بترسید و آن قرضی که مال مردم، حق مردمی که گرفته، حق آنها رو دهید. الله تعالی رو دعا میکنیم که هر آن نفری که با چنین راهها پول به دست میبرد، الله تعالی آنها را هدایت کند و آنهایی که قرض دادگی هستند و شرایط خودشان وزنین است و اما با وجود همین قرض دادگی هستند،
الله تعالی پاداش خیرشان دهد. الله تعالی هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند و الله تعالی آنها را صاحب نصاب و صاحب زکات دهنده بگرداند. این دنیا و آخرت سربلندشان گرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.